علی دایی، ملقب به شهریار فوتبال، بازیکن و مربی فوتبال، تجارت پیشه، کارآفرین و یک خیرخواه ایرانی است. علی دایی فوتبال خود را در سال 1367 از استقلال اردبیل شروع کرد و در سال 1386 در سایپا از فوتبال خداحافظی کرد. از او به عنوان یک اسطوره ملی یاد می شود. علی دایی علاوه بر افتخارات ورزشی فراوانش، فعالیت‌های زیادی در راستای کمک مردم انجام داده است. دایی تا قبل از سال 2021 با 109 گل زده در 149 بازی رکورد بیشترین گل ملی زده شده در فوتبال مردان جهان را دارا بود. در سال 2021 رکورد او توسط کریستیانو رونالدو شکسته شد، اما این موضوع ذره‌ای از ارزش‌های دایی کم نکرد، چرا که او افتخارات بیشمار دیگری در عرصه ورزشی دارد. در این بخش قصد داریم زندگی نامه علی دایی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید. علی دایی در سال 1372 اولین بازی را در تیم ملی انجام داد و اولین گل ملی خود را در جام جهانی 1994 و مقابل تیم تایوان ثبت کرد. وی دارای بیشترین گل زده و بازی ملی در تاریخ تیم ملی است. به طور کلی در تاریخ جهان تعداد 109 گل ملی را به ثبت رسانده و به عنوان آقای گل جهان شناخته می شود. علی دایی در سال 1367 در تیم استقلال اردبیل فوتبال حرفه‌ای خود را شروع کرد. پس از استقلال اردبیل او به تیم تاکسیرانی پیوست و یک فصل برای این تیم درخشید. بعد از تیم تاکسیرانی نوبت به تیم بانک تجارت رسید که 4 فصل با ستاره اردبیلی همراه باشد. دایی انقدر در تیم بانک تجارت خوش درخشید که تیم‌های بزرگ خواستار خرید او شدند. در سال 1373 شهریار فوتبال ایران به تیم بزرگ پرسپولیس پیوست. علی دایی خیلی زود در تیم پرسپولیس تبدیل به یک ستاره شد. در سال 1375 او در جام ملت‌های آسیای تیم ملی نیز خوش درخشید و این بار توجه تیم‌های عربی را نیز به خود جلب کرد. تیم الصد قطر پس از جام ملت‌های آسیا علی دایی را یک فصل در اختیار گرفت. پس از الصد قطر این بار تیم آرمینیا در بوندسلیگا میزبان علی دایی و کریم واقعی شد. شهریار فوتبال ایران زودتر از آنچه که فکرش را می‌کنید به یک ستاره آسیایی تبدیل شد. در آن زمان علی دایی با یک قرارداد بسیار سنگین تیم بایر مونیخ پیوست و لقب گران‌ترین بازیکن آسیا و اولین بازیکن آسیایی که در جام باشگاه‌های اروپا بازی کرده را بگیرد. طرفداران بایر مونیخ برخلاف مربیان این تیم علاقه بسیار زیادی به علی دایی داشتند. به همین خاطر علی دایی فرصت زیادی برای بازی در این تیم به دست نیاورد. پایان تلخ فوتبال در اروپا. علی دایی با اینکه هنوز مدت قراردادش با بایر مونیخ مانده بود، در سال 1379 به تیم هرتا برلین پیوست. دایی در هرتا برلین دوران خوشی را پشت سر گذاشت و بهترین بازی‌هایش در جام باشگاه‌های اروپا در این تیم انجام داد. او با تیم هرتا برلین و در چارچوب جام باشگاه‌های اروپا در یک بازی 2 بار دروازه چلسی را گشود و یک بار در سن سیروی میلان دروازه آس میلان را فرو ریخت. اما سن بالا مانع از حضور شهریار فوتبال در ترکیب ثابت تیم هرتا برلین شد. دایی در سن 24 سالگی پس از حضور در تیم هرتا برلین با وجود پیشنهادات بسیار زیادی که از برترین تیم‌های باشگاهی جهان داشت با آسیا برگشت و با تیم الشباب قطر به فوتبال خود ادامه داد. بازگشت به فوتبال ایران و خلاصی از فوتبال سال 1383 علی دایی مجدد به پرسپولیس پیوست و یک فصل در پرسپولیس حضور داشت. او پس از پرسپولیس یک فصل دیگر در تیم سوابادی به فوتبال خود ادامه داد. در سال 1385 در حالی تمامی طرفداران فوتبال انتظار خداحافظی علی دایی و فوتبال را می‌کشیدند، او به تیم سایپا پیوست و به یک فصل به عنوان مربی و بازیکن در این تیم حضور پیدا کرد. در سال 1385-1386 علی دایی باعث شد تیم سایپا اولین قهرمانی خود را در چارچوب مسابقات لیگ برتر ایران به دست بیاورد. پس از قهرمانی با تیم سایپا، شهریار فوتبال چهارگوشه مستطیل سبز را بوسید و از فوتبال خداحافظی کرد. این بود مسیر علی دایی از اردبیل تا تاج گل جهان.
نه پارتی داشت نه حمایت رسانه‌ای، فقط جنگید. این مسیر دیگه تکرار نمیشه، چون زمین فوتبال با آدمای راحت طلب پر شده. اگه هنوز فکر میکنی دوران اسطوره سازی تموم نشده، اسم بعدی کیه؟